سلام، چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من شیما هستم و این اولین ویدیویی که توی این چنلم ترای ویز شیم میذارم. امروز دارم میرم پیاده روی و میخوام محلمون و مسیری که میرم رو بهتون نشون بدم. با من همراه باشید. خب بچه من الان از خونمون در اومدم، الان تو خیابونمون هستم. همینجور که میبینید پشت سر من زمین خالی زیاد هست، خیلی از خونه ها هم نوسازن. قبل از اینکه جنگ بشه اینجا این قسمت محله ما نخلستون بوده، یعنی اینجا پر نخل بوده. جنگ میشه و همشون از بین میره، واسه همین زمین خالی اینجا زیاده و هنوز ساخته نشده. بعد بچه ها اینجا رو هم نشونتون بدم، اینجا بهش میگن سید مهدی. قبلا به اون میگفتن که کوچیکتر که بودیم بیاید اینجا الک ببندید به مرادتون برسید. الک چیه؟ این پارچه های سبزی که اینجا میبینید اینجور گره میزنن، به این پارچه های سبز به عربی میگن الک. چیزی که قبلا حالا ما خیلی بهش اعتقاد داشتیم. بعد اینکه یکی از خوبی های محل ما اینه که همه اینجا با هم یا آشنان یا فامیلن، یعنی که از اینجا غریبی نمیبینید. خب این قسمت هم که میبینید ورودی بندر خرمشهر که سر کوچمون میشه. الان هم که دیگه رسیدم سر خیابونمون که به ساحلی میرسه. کلا 5 دقیقه راهه، 5 دقیقه فاصله است. الان بقیه جاها رو هم نشونتون میدم. ببینید اینجا میشه پایان مسافربری بین‌المللی دریایی، یعنی مسافر رو میان اینجا. این قسمت هم که کشتی میشه و از اینجا میرن کویت. بچه اینجا رو که میبینید یک کافه خیلی خوشگلیه که کنار بندر خرمشهر میشه. جاش خیلی قشنگه، ولی متاسفانه چند بار اخیر که من رفتم اینجا کیفیت کارشون خیلی اومده بود پایین، واسه همین دیگه زیاد نمیرم. اینم از ساحلی خرمشهر. بچه این اسکله خیلی قدیمیه، شاید بهتون بگم از زمان قبل از جنگ این اسکله بوده. بعد آخر هفته ها که میشه همه میان اینجا، این قایق سوارا ماهی تازه میارن و میان ماهی میگیرن. قبلا خیلی ماهی می آوردن ولی جدیدن چون ماهی خیلی گرون شده کمتر میارن، مردم هم کمتر میان اینجا دنبالش. هم که ببینید، حالا من دارم بهش اشاره میکنم، اون درخت آخر عراق میشه. بچه یه چیزی بهتون بگم، اون قسمت آخر رو خب که بهتون نشون دادم، گفتم که عراق میشه. قبلا یکی از فامیلای عراقی اون زمانی که میومد خرمشهر، بابا میوردش اینجا لب این اسکله تا بتونه با خانواده‌اش تماس بگیره، چون تنها جایی که خط عراق آنتن میداد همینجا بود، چون نزدیک خود عراقه. میوردش اینجا و با خانواده‌اش تماس میگیره. اون زمان کلا نه واتساپ بود، نه اینترنت بود، نه هیچی نبود، واسه همین فقط با گوشی میتونست تماس بگیره، نه چیز دیگه ای.
بچه این قسمت هم که میبینید اینجا یه شرکت کشتی سازیه که کشتی ها تا اون آخر تا خود پل پهلو گرفتن. این هم که باز یه اسکله قدیمیه که تخریب شده. یکی از چیزایی که اینجا هست میگن که غروب که میشه گرازای وحشی از اون قسمت که سمت عراق میشه از لای این نیزارا که این لبه شته میان و قایم میشن تو این نیزارا. بعد اینکه میان خیلی وحشیان، حمله میکنن، گاز میگیرن. بعد اینکه مثلا بابام و داییم تعریف میکنه که قبلا چند سال قبل اصلا این شب که میشد این قسمت نمیتونستی بیای، انقدر که زیاد بودن این گرازا و خطرناک بودن، ولی الان دیگه خیلی کمتر شده و هر کس نمیتونه ببینتشون. نیزارایی هم که میبینید اینجا باید لایروبی بشه هر مدت که همچین وضعی پیش نیاد، ولی متاسفانه شهرداری همچین کاری نمیکنه، میذارتش انقدر زیاد بشه بعد لایروبی کنه. تنها چیزی که اینجا زیاد میتونی ببینی، راحت هم میتونی ببینی، سگان. سگ زیاد هست، موش خورما زیاد هست. تا اینجای ویدیو همراه بودید.